بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بسیار بخشنده بسیار مهربان. چرا این در رو رها کردیم؟ در این بسیار بخشنده، در خانه این بسیار بخشنده که خزائنش پره و خودش بهش نیاز نداره و قدرتشو، اقتدارشو، قوتشو از این ذخایرش نمیگیره. الله اقتدار ذاتی داره، غنای ذاتی داره. این همه ذخایرشو پر کرده که ببخشه. برای کی ببخشه؟ برای بندگانش ببخشه. حتی برای کسانی که بندگیش هم نمی کنن در دنیا میبخشه. ولی چیزی بالاتر از دنیا هست که اونو گذاشته برای بندگان هم مطیعش و هم مفیدش. بندگانی که مطیع رب العالمینن و بندگانی که مفیدن برای خلق رب العالمین. ما باید هم مطیع باشیم هم مفید باشیم. تنها مطیع شدن کافی نیسته. تو نمازاتو خوب بخونید، روزتو بگیرید، عبادتهای شخصی تو انجام بدید، اما مفید نباشی برای خلق خدا. گریه رو باز نکنید، در حاجت برادر و خواهر ندید. پیامبر میگه محبوب ترین بندگان نزد خدا مفیدترین بندگان برای خلق خدا هستند. چقدر زیباست که هر کسی یک استعدادی داره، حتی استعداد و هوش و ذکاوت بالایی داره، کل جامعه رو در استعداد خودش شریک میکنه. ظرفیتی داره، کل جامعه رو در ظرفیت خودش شریک بکنه. میتونه دستی بلند بکنه، دعای خیری بکنه. چرا برای خود تنها؟ چرا برای خودت تو خانوادت تنها؟ تو که میتونید برای همه دعا بکنید. یه وقتی همین دعا در حق یک جوانی، در حق یک عزیزی، تو با خلوص نیت دعا کردید به خاطر رضای خدا، دلسوزی کردید برای خلق خدا، خدا این دلسوزی رو میبینه و جایی برای دلسوزی میکنه که نیاز دارید. اون اگه امروز عزیزی رو نوازش کردی از خلق خدا، فردا جای خدا رب العالمین تو رو نوازش میکنه که اونجا نیاز به نوازش داری. اگر حرف خیری دارید بزن. یه وقتی میبینی همون یک کلمه تو چه؟ میچسبه، به هدف میخوره. نگو دیگه این دیگه بهش امیدی نیست. این جوانی که با این حال ببینید، این آقا، این خانم، دیگه امیدی بهش نیست. خدا نمیبخشدش. برای خوبان که همه دعا میکنن، برای مطیعان که همه دعا میکنن، برای این بیچاره های در به در که زمینگیر شدن، گناه اونا رو زمینگیر کرده، برای اونها امیدی باشید. تجار که همه کس تحویلشون میگیرن، مسئولین که همه جایشون بلند میشن، اگه جواب سلامت هم نده 100 بار بهشون سلام میکنی جواب سلامت نمیدن. این فقرا و مساکین و در به درها و بیچاره ها و پریشان ها و پراکنده ها، خدا این دلسوزی رو میبینه. خداوند در قرآن گفته قل اعملوا فسیری الله عملکم. شما عملتون رو انجام بدید، تلاشتون رو انجام بدید، خدا تلاش شما رو میبینه. و شکر الله سعیکم. و خدا از سعی و تلاش شما برای نجات برادر و خواهر و خانوادت و دوست تو، رفیق تو، هم نوعت، این سعی شما را تشکر میکنه خداوند. تو برای بندگان من داری زحمت میکشید. از خود راضی نباشیم، خطر خودمون باشیم، حتی اگه شیخ هم باشیم. چقدر عالیه. من یه توصیه به این دوتا عزیزمون که پیش نماز شدن، این نماز زیبا، این تلاوت زیبا رو ارائه کرده. پشت سر شما عالم داره نماز میخونه.
تاجر داره نماز میخونه، سنتون به 20 سال نمیرسه. چند سال دارن اینا؟ اگه نه به خاطر قرآن و پشتش رو نماز میخونیم، با آرامش داریم نماز میخونیم، با اطمینان داریم نماز میخونیم. تاجر بزرگ که این جمع هست پشت شما داره نماز میخونه، مسئول داره نماز میخونه، استاد دانشگاه داره نماز میخونه، پزشک داره نماز میخونه، دانشجو، معلم، فرهنگی داره نماز میخونه، عالم داره نماز میخونه. نه از برکت قرآنه، کلام رب العالمین. چه صدایی بهتون داده خداوند. این صدای قرآنیتونه با پول نفروشید، با ریا نفروشید. برای جا باز کردن تو دنیا نفروشید. خدا داره میبینه. فقط به خاطر رضای خدا تلاوت بکنید و این بندگان خدا را نور باران بکنید. تو این وقت شب رحمت باران بکنید، به وجدشون بیارید و این قرآن همراهتون باشه. همینجور بخونید و تلاوت بکنید و بندگان خدا را به وجد بیارید با این کلام رب العالمین. این توفیق خدا به شما داره. برای خوندن کلام خدا قیمت نذارید. من میام تو فلان مسجد میکنم، چند میلیون به من میدید؟ بعضی اینطوری شرط میکنن، چند میلیون به من میدید؟ من صدام خیلی خوشه، حافظم، از بر میخونم، دعاهای قشنگی میخونم. سرمایه است که خودشون خوندن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. سلام دوم خوندن. اصحاب الجنه هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. سبحان الله. شما خوندید، شرط ندارید. این بندگان خدا رو تو این وقت سحر با کلام رب العالمین روح و روانشون رو دارید نوازش میدید، تزکیه میکنید، صیقل میدید. یکی از این جوانا یک قطره اشکی وقتی کلام رب العالمین بشنوه بریزه، کل روح و روانش تزکیه میشه. این اشک صیقله، این اشک صیقله، دل صیقل میده، چرکو بیرون میکنه، افکار و انرژی های منفی رو دور میکنه. دوستشون دارم، شما هم دوست دارم، واقعا دوست داشتنی هستن. چه آرامشی به ما میدن. آیا خواننده ها به ما آرامش میدن؟ منفشه ها به ما آرامش میدن؟ جز ابتذال چیز دیگه هست؟ کدومی که به ما آرامش میدن؟ کسی که ما رو اینطوری با کلام رب العالمین، طاعت خدا، ایمان به خدا، بندگی خدا، با کسانی که همه صحبتاشون تحریک آمیزه، همه اشعارشون، خوانندگیشون تحریک آمیزه، تو رو به معصیت تشویق میکنه، تو رو بیچاره و مفلس و در به در میکنه. خدا همه ما و همه بندگانش رو هدایت بده. برادر و خواهرای مسلمان ما رو به راه راست هدایت بکنه. برادر و خواهر هم نوعمان را بازم به راه راست هدایت بکنه، به دین مبین اسلام. اینو دریغ نکنید تو این شبها. و بالاسحار هم یستغفرون. تو چنین شبهای 4 چیز خیلی مهمه، خصوصا تو این وقت سحر. یک، نماز. این نماز اجباری نیست، این اختیاریه. حسنش تو اینه که شما اختیار کردید. نماز فرض نیست که اجبار باشه. نماز 5 وقت اجباره. نماز تراویح اجباری نیست. نماز تهجد برای امت اجباری نیست. ولی شما انتخاب کردید. این انتخاب درستی است. و تلاوت قرآن تو این وقت سحر، بعد استغفار،
و بالاسحار هم یستغفرون. در وقت سحر اوصاف مؤمنینه، اوصاف بندگان پاک خداست. در وقت سحر استغفار رو تکرار میکنن و بالاسحار هم یستغفرون، خصوصا تو سجده. اگه بلدید حفظ سید الاستغفار بخونید: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر کسی اول صبح بخونه، اعتقاد بهش داشته باشه به این سید الاستغفار، معنی و مفهومش رو بفهمه، پیامهاش رو دریافت بکنه، اگر اون روز مرد بهشتیه. و هر کسی اول شب بگه و معتقدش باشه اگر اون شب مرد بهشتیه. سید الاستغفار و بالاسحار هم یستغفرون. چهارمین چیزی که خداوند در این وقت سحر، اونم در چنین شب‌های پایانی رمضان، دوست داره از بندگانش بشنوه: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تو این وقت شب چی دیگه غیر از این لازم داریم؟ عفو خداوندی. حاشیه نرید، این طرف اون طرف نرید. ام المؤمنین عایشه سوال کرد: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، در چنین شب‌های پایانی رمضان که شب‌های قدر توش هست، چه دعایی توصیه میکنید به من؟ فقط یک جمله 3 بار تکرار کرد: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. همین دیگه حاشیه نریم. الان 100 تا خواسته داشته باشیم، تو این پراکندگی خواسته هامون چه گم بشیم، ندونیم که این وقت شب برای چی آمده. اللهم، دوباره تکرار میکنم، انک عفو، تو بسیار بخشنده هستید، تحب العفو، و بسیار بخشندگی و گذشت و عفو دوست دارید. فاعف عنا. و چیز دیگه نمیخوایم. فاعف عنا. ما را به آرامش برسان، گناه ها رو ما را بیامرز تا به آرامش برسیم، چون گناه ما را بیقرار کرده، درون ما را جهنمی برپا کرده، آرامش رو از ما گرفته. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اگه اضاف کردید اشکال نداره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. اینم که بلدید. خیر دنیا و آخرت جمع کرده، دیگه چی میخواید؟ پراکنده نشو. خیلی دوستتون دارم. انی احبکم فی الله. شما سرمایه های دل منید. شما سرمایه های دل منید و سرمایه های زندگی منید و دنیا و آخرت منید. شما برادران و خواهران مسلمان منید. خیلی دوستتون دارم به خاطر خدا. انشالله که این سندی باشه برای دنیا و آخرت ما باشه. خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: الاخلاء بعضهم لبعض یومئذ عدو الا المتقین. اونهایی که به درجه خله رسیدن، بالاترین درجه محبت بهش میگن خله. اونهایی که به درجه خله رسیدن با همدیگه تو محبت، همه با هم روز قیامت تبدیل به دشمن و عدو میشن مگر متقین، کسانی که به خاطر من با همدیگه دوست شدن. دوستی هامون رو تصحیح بکنیم، دوستی هامون رو بر مبنای خدا تنظیمش بکنیم، وگرنه همه دوستی ها در دنیا قبل از آخرت تبدیل به دشمنی میشه. این آیه قرآنه. قرآن از نو ورق بزنیم. قرآن از نو ورق بزنیم. بسم الله از نو بگیم. یه آغاز جدیدی. حتی در جهان بینیمون قرآن کتاب جهان بینی است. کل دنیا تو قرآن جمع شده، کل آخرت، زمین و آسمان و همه تو قرآن جمع شده. از نو ورق بزنیم با یک بسم الله جدید.